به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سپاس و درود بینندگان گرامی به برنامه خودتون با شگاف خوش آمدید. در تاجیکستان که همیشه آبادانی و اینها صحبت می شود، گلشکوفانی و دیگر اینهایی که مصطلحاتی که مردم خسته شدن از اینهاش می شود، ولی می بینیم که در برابر تخریب چند هزار مثلا دکانی سطر فروشی است، تخریب چند هزار مسجد است، تخریب چایخانه راحت است، تخریب نشانه سیوز سویتی اون که در دوشنبه بود. یعنی چرا ما میریم به تخریب؟ مثلا چایخانه راحت، اونهایی که بخصوص در دوشنبه در وقت شوروی زندگی کردن، برای اونها چایخانه راحت یک جزئی از حیاتشون است. همون حادثه‌ای که در سوریه صورت گرفته، اون داعش، اون محبسی که اون را کفاندند و اون را انفجار دادن، منفجر کردن، میراث فرهنگی درست است. حتی محبس، محبس رو وقتی منفجر کردن، اونهایی که عمرها 20-30 سال عمر خود رو در اون محبس گذروندن، گریه کردن که اونجا ما می‌خواستیم بعد آزادی رفتن اونجا رو ببینیم که اون جزئی از زندگی ما شد. هرچند بدترین حالت‌ها را گذروندیم ولی اون جزئی از ما شد. این چایخانه راحت باید مقامات مسئولین محترم ما باید درک کنن که برای یک عده کلانی از مردم تاجیک یک از میراث از شوروی، میراث از زندگی خودشون شد. بگذار شوروی، اونها واقعا من نمیدونم که با این کار، اگر من میپرسم که در پشت این کار چی است، چرا مقامات به چنین اقدام دست میزنن؟ واقعا این دیگر مقامات ما اینقدر عجیب و غریب اقدام کردگی هستن که دیگه نمیتونی هیچ چیزی اون رو پیش بینی کنی. واقعا فکر میکنی که در هنگام خیلی که در یک چیز گفته که هنگام احساسات یک قرار صادر میکنن، یک نفر از بیخودی مستی یا نمیدونم چی همون طور شده میرود. ولی واقعا هم شما تصور، من فکر حیرانم شاید در راه کدام قرار دارد که از این خوشش نآمده است، شاید. بله. ولی من فکر میکنم بیشتر اینجا یک منفعتی شخصی کدام ایستاده است، کدام گروهی، کدام شخصی مسئولین. بله، چون میخواهند در این منطقه، این مکان در مرکز شهر است، مکانی خوب است، جای قرار گرفتهش خوب است، میخواهند همین جا را خراب کنند، یک چیزی بسازند تا از این فایده کنند. مطمئن باشید این همین است. و الا برای خراب کردن، خب اگر میگفتن که مثلا این در حالتی نمیدونم کاتاستروفه یا حالتی مثلا نابودشوی قرار دارد یا یک حالتی فرسودگی قرار دارد، هیچی یک چیزی آباد. واقعا هم من فکر میکنم این را باید یک بهتر نگهداری میکردن، ولی این حالا بیا با چشم کسی خوش نآمده است که در راهش قرار داشته است، یا در حالتی مستی برای تخریبش چیزی گفته است، یا در حالتی مستی یا که به کسی همون منفعتی کلان لازم شده است، اینا باید بگیرن در جاش چیزی بسازن که فایده کلان تر به دست بیاره. ببین دنیا از این که بعضی گروه ها بعضی مکان‌های باستانی را چی در افغانستان چی در سوریه و دیگر جا تخریب کردن، دنیا با پاخی است. بله. درست است؟ در امروز در هر کجا. بله. امروز چرا مردم ما در برابر این که چایخانه راحت تخریب می شود، دیگر تئاترهایی که از زمان شوروی هستند تخریب می شوند، چرا مردم سکوت و خاموشی را رعایت میکنند؟ ببین دوستی عزیزم، وقتی که اون نشانه‌ای که بود که از نزد سامانی اون رو گرفتن، نشانه تاجیکستانی سویتی، من که خرد بودم در وقت شوروی، وقتی اون اخباری هر روزه را میدیدم، اون می اومد پیشم، این جزئی از زندگی من شده است. حداقل اون بیچاره های زیایی که در تاجیکستان هستند، در بیرون هستند، چایخانه راحت و اون جزئی از زندگی اونها هستند. چرا یعنی به خاطر منفعتی گروهی یا شخصی چند نفر این جاهای باستانی و تاریخی ما تخریب شوند؟ متاسفانه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یا اینکه مردم ما به قدر آثار فرهنگی نمیرسند، بله، یا اینکه دیگر جرأتی در مقابل این
ایمان گمش کن. ایمان گمش کن. در ناحیه سود خبر دیگر هست که 120 مسجد رو موضع های استراحتی و تاریخی تبدیل دادن به موضع تاریخی، ببین تاریخی و استراحتی تبدیل دادن. بله. یعنی وقتی که شما مسجد رو که مردم بیچاره زحمت کشید پول جمع کرد اون رو میکنید، شما اون رو به تاریخی، به یک جایگاه تاریخی تبدیل میدید، اون چیزهایی که غیر مسجد هستن اون تاریخ دارن خراب میکنن، اینا دارن تاریخی میکنن. بله. واقعا عجیب میشه. از یک تاریخ میگریزن و یا چیز دیگر میارن میخوان تاریخ کنند. عجیب نیست؟ و واقعا یک مسئله دیگر هم ببینید شما، حکومت باز هم میخواهد که از حساب چی؟ از حساب مردم. مسجد مثلا به کی ضرر رسونده است؟ اگر مسجد باقی ماند تاریخی نمیشود؟ شما اون رو میگن مکان نزدیک 120 مسجد سو موضع های استراحتی و تاریخی شدن. اگر مسجد در مسجد عبادت کردی تاریخی نمیشود؟ یکی از بهترین اماکن تاریخی در ترکیه اون مساجد است. بله، مساجد هستند. ولی چرا تا امروز در اونها نماز من نشده است؟ منخونهای تاریخی هستند ولی نماز هم میخونند در اونها. بله. درست؟ درست. ولی چرا در ما میآیند مکان تاریخی اعلان میکنن و مسجد باید بسته شود؟ زیرا بودجه‌ای که باید مکانهای تاریخی و مکانهای استراحتی با اون بودجه ساخته شود بسازند، اونها این بودجه را در دیگه جا صرف میکنند. ولی میآیند اون زحمتی مردم رو بدون به ارزش بدون پرداخت چیزی میگیرن به این جایها تبدیل میدهند و این هم همون چیزی است که پس از انجام حج توسط رئیس جمهور شده ایستاده است. ببینید این هم ادامه همون سیاست های چی است در تاجیکستان. ما تخریب چگونه که دیدیم، تخریب سیاست همین است، تخریب، سرکوب، بازداشت ممنوع. همین است سیاست امروز تاجیکستان، همین است، یا خبری بازداشت است، یا تخریب است، یا سرکوب است، یا ممنوعیت. چرا من کردن همچنونه که 8 تا 40 سال هم ممنوع، رفتن تا 18 ساله به مسجد ممنوع، فلان ممنوع، جشن ممنوع، رایش ممنوع، سطر ممنوع، همه چیز همین سیاست است. این هم ادامه همون است. ولی واقعا عجیب است. بله. فکر میکنن یک گروه که با همین سیاست تخریب، سرکوب، بازداشت ممنوع، با این سیاست فکر میکنن که میتونن حکومت کنن. بله. ولی کدام حکومت پایندگیش بیشتر است؟ اون حکومتی که با این راه پیش می رود یا اون حکومتی که با مردمش صادق است؟ عدالت اجتماعی وجود دارد، با مردمش صادق است، در مقابل مردمش مسئول است و برای مردمش خدمت میکند. باور کنید اگر شما با مردم خدمت کنید دیگر لازم نیست که مسجد به دیگر چیزا تبدیل بتید. مردم خودش با شما خواهد بود و حمایت از شما خواهد کرد. ولی با سرکوب و ممنوع کردن و با بازداشت و با تخریب تا کجا می رویم؟ این راه که تو می روی به ترکستان است. خبر دیگر در سایت آزادگان آمده است که در تاجیکستان بار 15 هم محبوسان را عفو میکنند. یعنی بنا بر اساس بعضی منابع گفتند که در تاجیکستان به خاطر 25 سالگرد استقلال دولتی که 9 سپتامبر سال 2016 تجلیل می‌گردد، یعنی 9 سپتامبر آینده، یعنی باز قانون عفو تهیه می‌شود. بله. یعنی اون قانون‌های عفو که بودند، یعنی چطور ارزیابی کردن در کار؟ یعنی ببینیم که در اون قانون‌های عفو درست است که واقعا بعضی محبوس‌های که مستحقی با این را باید قبول بکنیم که در تاجیکستان اکثری کسایی که محبوس هستند بیچاره یا گناهگار است یا به اون حد نه بیگناه است یا اینکه به اون حد نباید زندانی میشد، در جای 5-6 سال گرفته است 15-20 سال. بله. درست است. بر ضمن این در اون قانون‌های عفو چقدر رشوه‌خوری زیاد شده بود. بله. درست است. کسی پول می‌دهد اون در این قانون شامل می‌شود با استثنای بعضی‌ها. دوم این است که واقعا هم اونهایی که محبوسای سیاسی هستند از این عفو اصلا برخوردار نشدن، چیزی فایده نکردن
و بعضی ها گفتن که اون عفوی که چند وقت بیشتر انجام شد و عددی کلان 11,000 آدم محبوس آزاد شد، اونها را گفتن که اینها را آزاد کردن تا اینکه جایهای را به محبوسان سیاسی مهیا بکنند که واقعا هم همین شد. فکر کن بیش از 100 عضو فعال حزب نهضت اسلامی امروز در بازداشتگاه در کنج زندان به سر میبرند. بله. آیا این عفوی که می شود باز همون عفوی که متاسفانه در کشورهایی که دموکرات رشد نکرده است باز که عفو می شود؟ اونی که پول دارد، اونی که دزد است، رهشپ است، اینها عفو می شوند. ولی اونی که صادق است، اونی که پول ندارد، اونی که واقعا بسیاری از محبوس ها هستند که وقتهای سالهای درازی رو گذراندن ولی پولی ندارند و این خاطر اینها چی در این عفوها متاسفانه شامل نمی شوند. یک چیز است، حکومت با این سیاستش واقعا یک اشتباهی بزرگ میکنه. برای چی؟ اولش که مردم با یک گناهی کم و اندک رو به سالهای طولانی محکوم به زندان نکنند. درست. چون که وقتی که یک نفر زندان می رود به طور طبیعی در زندانهای ما زندانهایی نیستند که در آنها انسان اصلاح شود. معمولا چنین نیست. اگر اصلاحی هم در داخل زندانها صورت گیرد از طرف خود بعضی زندانی‌هایی که از یک اخلاق اسلامی یا که جایگاه خاص برخوردارند از اونها به طریق اونها صورت میگیرد. ولی معمولا زندانهای ما یعنی فضای رسمی فضای رسمی زندان چگونه است؟ اکثریت زندانیای ما نفرت دارن به زندانبانا، چون که شکنجه میبینن، به زندانبانا باور ندارن، به میلیسه ها باور ندارن. این وجود دارد. این نفرت اونها را به حکومت بیشتر میکند در زندان. طبیعی است این. و این کار چگونه است؟ وقتی که من واقعا یک چیزی عجیب دیدم. بعد از همون عفو گذشته بود، در نزد یک خانه یک دوستم مهمان بودیم. از اونجا که وقتی که اومدم بیرون شیشه ماشینم شکسته بود. دیدم شیشه ماشین دوستم هم شکسته است. اون طرف نگاه کردم شیشه چند ماشین شکسته است. خب حیران شدم. خب پلیس دعوت کردیم، اومد صحبت کردیم، گفتن این چندین چیز شکستن. اون دزدم بازداشت شده است. دزد همون کسی است که در همین عفو از زندان اومده است بیرون. بله. یا اونی که معاف شد و رفت پدر خود را کشت در ناحیه عینی. اونم دیگه که همه در خبرها آمده معروف است. یعنی ببینید من منظورم چیست با این شما در تاجیکستان اصلا وقتی که این قدر آدم آزاد می شود از محبس، اولش باید به کار تامین شود. وقتی که یک زندانی از زندان میاد بیرون و هیچ کاری ندارد، چی کار کرده میتونه؟ چیکار میکنه دوباره؟ یعنی اون میاد باز در یک مشکلی کلانتری به پولی و بله در داخل اون بر فکری تنها خودش بود و حتی فکر خودش هم نبود، چون یک چیزی برای خوردن داشت میدادن به او. درست؟ ولی وقتی میاد بیرون تمام اون به فکر خوردن، پوشیدن و نه تنها خودش، خانواده‌اش برای عوض اون مرض‌های روانی که در این مدت گرفته است. حالا بیاید میبرن یک جامعه، یک گروه در داخل زندان به یک حالت روانی خاص گرفتار میکنن، اونها رو میرن بیرون. هیچ برنامه اصلاحی هم در بیرون که ادامه داشته باشد و با زندانیان همکاری کند، زندانیان رو با جای کار تامین کند. در دیگر کشورها طبیعی همین است. درست است که کسی که زندان شده باشد در بسیاری جاها دیگر حتی اونا به کار قبول نمیکنند. پس این چیکار کند این بیچاره؟ شما اینا رو باز میکنید، درست؟ ولی برای آیندهش چی؟ کجاست اون برنامه؟ این مشکل است. ولی بازم میگم که این مردم ما عادت کردن هر چیزی که گفتی نمیدونم فکر میکنن که این خائن است، دشمن است، این است، اون است. ولی واقعا شما بیایید یک چیزی ببینید، این درست بررسی کنید این قضیه رو. اون مردمی که آزاد کردید اونها رو ببینید چی حال دارن، اینها رو بررسی کنید درست‌تر. باز هم این عفو هم مطمئنم که یک منبع درآمدی بعضی‌ها هست. بله. محض به خاطر همین است که یک رشوه خوری به اوج اعلا میرسد و یک گروه با رشوه آزاد میشوند. چرا ببین دوستم، چرا در همین تاجیکستان بگذار این محبوسای سیاسی، فعالان سیاسی رو یک طرف بگذاریم، حتی اونهایی که در تاجیکستان جنایت میکنن، چرا در تاجیکستان همیشه بلندترین، سختترین یعنی
چی میگیم محکومیت رو به آنها سزاوار میبینن و بدترین و شدیدترین یعنی مجازات اونها رو روانه زندان میکنن. من واقعا ندیدم که در تاجیکستان یک نفر در کمترین حالت، مگر اونهایی که با حکومت نزدیک هستند، اونهایی که خیلی نزدیک هستند و من مگر اون خش تبارانی که با 80 کیلو هروئین دستگیر میشوند روانه زندان میشوند و بلافاصله آزاد میشوند. یعنی چرا مثلا این سودیه ها و این حکومت چی فایده میبیند که اگر وقتی 15 هست و 9 هست اونها 15 اختیار میکنن 9 اختیار نمیکنن مثلا؟ ببینید در جامعه ما امروز بسیار یک حالتی بد دارن، مخصوصا سودیه های ما که بسیار فساد زده شدن. بله. اینا همه میدونن. بله. معمولا اونها از مردم پول طلب میکنن تا اینکه بیارن پایین. بله. این حتی همه میگن در تاجیکستان امروز که ادوکات ها با یک میانه روهای بین همون خانواده محبوس و سودیه ها تبدیل شدن. بله. چگونه؟ شما اگر $5000 بیارید ما این را حکمش را اینقدر میکنیم، اگر اینقدر بیارید اینقدر میکنیم، اگر نیارید این خیل میکنیم، آوردید اون خیل میکنیم. این معمولا یک بیزنس هست بیشتر و مردم ما هم بیچاره‌ها به اکثرش این پولا ندارن که بتونن. بله. یک طرف است. بله. دوم طرف معمولا اکثریت اون کسانی که زندانی های کمترین ربط به سیاست، به آزادی بیان، به یک فعالیت اجتماعی سیاسی دارن، اونها بلندترین حکم را میگیرن، چون که این حکم ها بیشترش دستوری است. برای مثال همون فرزند پیوند گلمرادزاده شما تصور کنید به خاطر چی زندان رفته است؟ به خاطر اون شهادت تولدی که پدرش برای اون گرفته است، میگن که اون تخلبی بوده است. بله. این به خاطر گناه پدرش باید مجازات شود اگر تخلبی باشد. و اونهایی که در این کار دست دارن چی؟ هیچ خبری از اونها نیست. همون حادثه این صحبتی که کردید، همون حادثه برادر که جنت الله کامل، اون کاندیدات و نامزد حزب نهضت در ناحیه دنگاره که در حق اون شد، میگویند بسیار خوب اینجا چیزی غیر قانونی رخ نداده، ولی حکومت کش میند که اونجا این شهادتنامه را تقلبی اینها یعنی ثابت بکنند. پس بسیار خوب، وقتی که اون رو تقلبی حساب میکنید، چرا اونهایی تقلب کار رو پیدا کنید، اونهایی که هم دستی دارند بله اونها رو انجام بدید. خبر دیگری که هست این است که سید مکرم عبدالقادر زیرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در یک صحبت با خبرنگاری سایت رسمی حزب خلق دموکراتی مصاحبه انجام داده است و در این صحبت گفته است درباره ریش، ولی متاسفانه این مفتی به دست روزنامه‌نگاران مستقل نافتاده است که سوال‌های جدی بکند، ولی به هر حال اومده است که گفتند که درباره ریش گفته در این مصاحبه از سید مکرم عبدالقادر پرسیده می شود که آید به قضیه ریش و حجاب که خیلی زبان زده هم شده است، یعنی خود مقامات هم درک میکنند که این حجاب و ریش یک چیزی زبان زده شده است. شما همچون سرور مسلمانان کشور چی گفتنوی دارید؟ هرچند این سرور مسلمان های کشور هم اینم جنجال آفرین یعنی بحث برانگیز است، میگوید که در این باره صحبت میکنند، ولی انصافا مفتی در اینجا صحبت‌های خوبی کرده است، هرچند میخواهد که بگریزد از واقعیت تاجیکستان، ولی اون چیزی که مربوط دین هست گفته است که یک سنت مؤکده است. درست است که باید یعنی یک ریش سنت مؤکده است و همچنین یعنی هیبت یک مرد است و دیگر چهره آورده است، ولی گفته است که باید به ترتیب انداخته شود. درست است. و جناب مفتی که دوست ما در یک جا درس خوندیم همراهش میپرسیم که انصافا اینجا جوابی با انصافانه داده است، ولی به هر حال به اون تکیه کرده است، ولی واقعیت تاجیکستان را نگفته است که بسیار خوب شما درباره ترتیب انداختن اون صحبت میکنید، یعنی باید به ترتیب انداخته شود. اکثری بچه هایی که ریش هایشان تراشیدن ریش های دراز نداشتن.
ریشه های معده داشتن، با ترتیب بودن، خیلی خوب بودن، ولی متاسفانه میآیند، یعنی این وضعیت اینو باید فهمید، ولی انصافا چیزهای خوبی هم گفته است که درباره ریش، ولی بازی اون از بدیلی بزرگ میرزا عبدالقادر بدیل یک اقتباس آورده است، گفته است که اینقدر ریش چی معنا دارد غیر تشویش چی معنا دارد، یعنی اینجا یک نوع انتقادی کرده است. ولی سوال این است که ببین ریش مثلا در ترکیه و فعلا در جهان یک مد شده است، یک جوانی لیبرال رو میبینید یا کمونیست دیگر رو میبینید در گوشش حلقه دارد ولی ریش دارد و حتی ریشی دراز هم دارد. یعنی ریش اینجا را کم میکنن ولی دراز میکنن. یعنی این، یعنی اگر شما با بسیار از هنرمندان ترکیه نظر بکنید اکثرش ریش دارد. واقعا وقتی در اینجا میروی اون چهره ها رو میبینی با ریش، من با اول ها تعجب میکردم چه اینقدر مردم این اسلامی ها هستن، اسلامی ها اینقدر زیاد. بعدا متوجه شدم که نه، این ریشی از روی ماده گذاشته شده است، نه از روی چیزها. ولی در ما چی میشده باشد؟ بعدا از اون درباره اون ادوکات هایی که با بین المللی که با اونها هم صحبت داشتیم، یکی از اونها ریش داشت. بله. وقتی که من گفتم که مشکلات این است در اونجا، بعد درباره این بعضی مشکلات صحبت میکردیم، گفت چی حاضر من با این ریشم اگر به تاجیکستان روم من مشکل؟ گفتم خب میروی خودت میبینی چی میشه. ولی واقعا همین است. اون ژورنالیستی تاجیک که روس زبان است که ریشی کلان دارد، بله، نه حتی در توجیه خود تاجیکستان هست. یعنی چندین کسایی هست که الک پانفیلوف دارد، بسیار کسایی اوزیکو، یعنی به یک مد شده است. چرا این مارکس هم ریش داشت و لنین هم ریش داشت و اینو نمیدونم آخه دیگر چی. نه، اگر مقصد، اگر ما ببینیم که هدف همون به ترتیب انداختن است، تو یه حدی را میگیم توجیه مثال، ولی هدف اون نیست. وقتی شما اگر 80% اون بچه هایی که ریشهایشان داشتن به نظر بکنید، اونها ریشهای با ترتیب داشتن، خوشرو داشتن، ولی متاسفانه ببینید فعلا اون جوانانی که فعلا در تاجیکستان هستن با اون داغستان ها و دیگرهایی که مثلا از اونها تقلید میکنن، ریش در موی سری دراز و ریش دیگر، این یک چیزی هست که شما نباید در مسائل مردم، همین اصل قضیه همین است. اصلا یک نفر نخواهد ریش داشته باشد، یک نفر نخواهد نداشته باشد، یک نفر میخواهد ریشش دراز باشد، یک نفر میخواهد کوتاه باشد. من چه حق دارم در اون انتخاب اون دخالت کردن؟ انسان اگر در همین بدن خودش اگر آزادی و استقلال نداشته باشد، او دیگر کجاست آزادی و استقلالی او؟ نه این قدر آدم اگر آزادی نداشته باشد که ریشش رو چگونه میگذارد، لباسش رو چگونه انتخاب میکند، دیگر اون چی آزادی است؟ چی زندگی است؟ بله. کی وای برای خودش. ببین مسئولین ما با این کار میخواهند بگن که ما میفهمیم و ما باید به جای شما حرف بزنیم، به جای شما تصمیم بگیریم، به جای شما فکر کنیم، به جای شما حرف بزنیم. بله. این است همه این کارها برای همین است. بله. برای اون اعتمادی مردم رو از بین بردن تا اینکه مردم دیگر خودش بیچاره، ناتوان در مقابل اونها همین احساس کند و دیگر هیچ چیزی در برای آیندهش امید نکند. بله. و هیچ چیزی نخواهد. و خب اگر این خیلی نباشد، انسان برای وقتی که آزادانه حداقل این از همینجا آغاز می شود یاد گرفتن آزادی، آزاد زندگی کردن، که من هر گونه‌ای که میخواهم همون گونه لباس میپوشم، هر گونه‌ای که میخواهم ریش میگذارم، مو میگذارم، موی سر میگذارم، نمیخواهم میتراشم. این به هیچ کس ربط ندارد. اینو باید شخص. ولی ببین در دنیای حاضر قریب همه چیز شده است یک سیاست‌های دوخوره، یک موضع‌گیری‌های دوخوره. ببین اونی که اون لیبرالی که در بنگلادش کشته شد، لیبرال، اون کارشناسی لیبرالی که کشته شد، دنیا با پاخ است. ولی اون رهبران جماعت اسلامی چند نفر از مسئولین اعدام شدن با تهمت‌های ساخته، کسی صحبت نمیکنه. در تاجیکستان اون کار واقعا محکوم است. اونه که اون بابای برفی رو
در تاجیکستان کشتن، همه محکوم کردن. این واقعا کاری نادرست بود، کاری اشتباهی بود، یعنی محکوم است. درست است ما باید محکوم بکنیم، باید این چیزها رو، ولی چرا اینقدر آدم ها به خاطر ریش، به خاطر حجاب، به خاطر فکر، به خاطر دین، به خاطر یک دیندار بودنش موردی فشار رو تقیم میشد، همه مثل که چیزی رخ نداده است. در مسئله عمر باباجانوف، بله، آخر در مسئله زید سیدوف، در مسئله عمر باباجانوف، در مسئله حمزه اکرامزاده، در مسئله اسفره برادر اسفرگی، امید توجیوف، امید جان توجیوف، در مسئله بهرام الدین شادیوف، در مسئله کی بود این دیگر حمزه، کسی که شاهدی داد برای حمزه اکرامزاده، ولی بازم شکنجه شد، بازم امروز در زندان است، شکنجه می شود. و اونهایی که نوارها را از داخل زندان برآوردن، گویا کسی چیزی نمیفهمد، چیزی ندیده است، چیزی نشنیده است. ولی انصافا بعضی برادرها، اونها برادرای مستقل هستند، از این کارها مثلا داریوش رجبیان، بله، چقدر مواضع جوانمردانه در برابر اقدام حکومت در مورد بستن حزب نهضت گرفت. واقعا اون انسان‌های آزاد میدونند، درک میکنند که قضیه چی است. درست است. برای مثال میگم، بله، شاید اگر در یک انتخابات آزاد برگزار شود، داریوش رجبیان من مطمئنم که به حزب نهضت رای نمیدهد. بله، خوب، ولی اینقدر انصاف دارد که از نقض حقوق اون بیزار است، حمایت نمیکند، نمیخواهد حقوقش نقض شود. ولی باز میگم که مطمئنم که به حزب نهضت رای نمیدهد داریوش. ولی واقعا این مردانگی و جوانمردیش قابل احترام است، قابل تحسین است. و دیگرهای هم باشند. مثلا امروز خیلی چیزهای عجیب غریبی میشود. برای مثال فیض‌نیسا واحدова، بله، که اینقدر حمایت میکند مثلا از موقع‌های بگیم از بازداشت شده ها، از همه اینها، ولی در جایهای عجیب است واقعا. اینها انصاف دارند واقعا. یعنی فعالان، زویان، کارشناسان دیگر، یعنی اونهایی که فعال هستند، چی لیبرال باشه، چی ملیگرا باشه، چی اسلامی باشد، باید در مسئله های انسانی، ارزش ها انسانی باید یک باشن، از یکدیگر دفاع کنن. همون چیزی که امروز انقلاب سوریه رو، انقلاب تونس رو حفظ کرد. بله. همون طوری که همون حزب نهضتی اسلامی تونس از اون لیبرال ها دفاع کرد و لیبرال ها از اون دفاع کردن، توانستن یک کشوری با این قدر مشکلات ها وجود داشته یک کشور رو، نظام رو حفظ کند. حتی ببین راشد غنوشی از اون کاری که اختلافی در داخل حزب مخالف رخ داد خوش نشد. گفت اونها اونها رو به مصالحه دعوت کرد، سخنرانی کرد در بله. یعنی ما باید این رقابت سالم رو، این دیگر فهمی رو، دیگر اندیشی رو یاد بگیریم. باید نسبت یکدیگر در مسائل حقوق باید یک جا باشیم، از یکدیگر دفاع کنیم. همگونه که راشد غنوشی این سخنش معروف است که ما امروز حکومت رو میسپاریم، ما از حکومت دست میکشیم تا که آزادی رو حفظ کنیم. بله. حکومت یک ارزش نیست، بله، یک وسیله است. ولی به خاطر ارزش همچون آزادی ما از این دست میکشیم. اون وقت شما ما رو به یاد آوردین به اون سخنها. اون گفته بود که آزادی رو اگر از دست دادی دیگه اون بار گرفتش نمیتونی، ولی حکومت رو اگر از دست دادی اگر آزادی باشد دوباره میگیرین. ولی واقعا همون شد. فعلا حاضر در حکومت ائتلافی حاضر هستند، سهم دارند، فقط از حزب حاکم یعنی که یک نماینده فرق میکنند. بینندگان گرامی و هموطنان عزیز، این بود برنامه بازچیگب. تا برنامه بعدی شاد و موفق و کامروا باشید. خداحافظ. سلامت باشید.